Afghanistan has had, I think you would agree, certainly a troubled political history. First of all, would you agree with that? با بیخی به این نظر موافق هستم. بگو میخوایم که یک مثال هم در قسمت علاوه کنیم. از 100 سال بگو به این طرف، از زمان عبدالرحمن خان به این طرف بگو، راجع به می پادشاه و رئیسای جمهوری که در افغانستان آمدن مختصر برات یک گپ میگم. مسئله که شاید که کمتر کس متوجه ازش شده باشه. حبیب الله خان بچه عبدالرحمن خان توسط توطئه کشته میشه. امان الله خان که بچه از او بود در اثر جنگ فرار میکنه، ایتالیا میره. بچه سقاو که جایش میگیره حبیب الله، او توسط نایدر خان کشیده میشه و بعد اعدام میشه. بعد از 9 ماه توسط نایدر خان سقوط بکنه، توسط نایدر خان کشته. نایدر خان بعد از 4 سال کشته میشه. ظاهرشاه سرش کودتا میشه. داوود سرش کودتا میشه، کشته میشه. ترکی کشته میشه. حافظ الامین کشته میشه. ببرک فرار میشه. فکر سر تا پای که آمده یک نفر به مرگ طبیعی خود نمرده و به رقم مصالحت آمیز پس نشده. کل تشنج به تایید گپ خودت که همیشه یک تشنج بوده. اگرچه دوره ظاهرشاه کمی طولانی تر آرامی بود، مگر آرامی هم نبود. او هم همیشه یک نوع تشنج داشت که من تا تانسته بود کمی سرکوب بکنه. و وقتی که تاریخ از عبدالرحمن خان به پیش 100 سال پیش سعی کنی، از عبدالرحمن خان تا احمد شاه بابا، همه قتل و کشتار و کشمکش و جنگ داخلی بوده. چی به انگلیس جنگ، چی جنگ داخلی.